خوش اومدیم به این ویدیو جدید. امروز اومدیم با بازی اکستریم کار پارت 2. اسم اصلیش اکستریم کار دریوینگ سیمیلیتور. خب ما میریم توی ترافینگ مود. ولی الان ما خفن ترین ماشین توی این بازی داریم. خب الان میریم توی وقت میره تو فرودگاه میره چک میکنه. خب میخوام بدون ایست میخوام برم. No problem. یه چالشه که باید بدون ایست بری این نه جون بری دوایی نسید. اینم 208 2008 آها کیلومتراژ بود. خب 50 تا سکیوریتی کانکتینگ. خب بچه ها ببینید هدفم برای این بازی اینه که رازهای این بازی رو پیدا کنم. یعنی چی؟ مثلا الان این یه رازی پشت سرشه، نمیدونم راز چیه. عجایبه. دقت اگه هر این بازی داشت کامنتا بیارم بنویسه. اولین ماشین سرعتش 500 تاه، ولی این ماشین سرعتش هیچ موقع به 500 تاه نمیرسه. این اولین ماشین. نمیدونم این چیه. چی میدونم یه چیزی پشت سرشه. از اینجا میرن تا آخر. 1 2 3 شروع.
بچه من دقیقه ویدیو رسون کنم. خب بچه shit man shit what fuck oh my god بچه تو کامنت بنویسید دوست دارید چه گیمی رو بازی کنه. هر گیمی که شما بگید و بازی میکنه. مثلا از هر بازی 2 پارت میذارم. مثلا از این بازی اکستریم کار دریوینگ سیمیلیتور الان 2 پارت، این دومین پارتشه که دارم میذارم. یعنی امشب قراله زبونم گرفت. امشب قرار آپلود شه. خب دیگه از این بازی دست برمی‌داریم. نو گیمز دیگه اینو بازی نمی کنیم. بعد میریم سراغ یه گیم دیگه که سورپرایزیه. میریم اولیش گولفینگ اووریته، دومیش گتینگ اووریته. این دوتا بازی رو مختارم. پشمون چقدر پریدم. خب بچه میخوام یه رازی رو بهتون نشون بدم. وقتی میخوای از اینجا برید بالا خب یعنی من از اینجا میرم بالا. خب نکنید راه آسون نگاه کنید. ما باید این مکانیکه رو میبینید که الان داره زرد میشه. پایینش یعنی اینو برید زیر این پله بزنید میرسید بالا. دیگه هم نمیخواد کاری انجام بدید. ما الان میخوام یه مسابقه بذاریم. از اینجا میخوام بریم، باید بیافتیم یه دقیقه بچه باید بیافتیم پشت این ساختمون که فرش کشیده. خب الان با تمام سرعت میریم عقب. نباید بیافتیم. تلاشی دوباره. برو بالا دیگه. برو جونم بعد شانسم که اومد اینجا وایساد. تلاش دوباره کنم این چالش رو انجام بدم. لعنت تو ذات نمیشه. من باید این چالش رو انجام بدم. خب بچه‌ها ببینید
این میره یس اصلا به زبونم گرفت. اوه مای گاد. بچه یه رازی میشه هیچی گفت علکی. چقدر میرم بالا. حتی من بیت باکسم بلدم. نه ولش کن ولش. بازی دوباره مثل پارت قبل باگ گرفت. خب اون چالش هم انجام شده. بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب بزنید برای حمایت من. خیلی دوستتون دارم. فعلا خدا حافظ.